سلام خدمت همه شما دوستان عزیز و شمایی که دارید این ویدیو رو میبینید. امروز اومدیم با یک آموزش خیلی خوب مخصوص کسایی که زیاد از اینترنت دانلود میکنن. این ویدیویی که درست میکنم آموزشش چیه؟ آموزشی که دارم براتون درست میکنم این هستش که چجوری بتونیم حجم بسته‌های اینترنتیمون رو 2 برابر بکنیم. یعنی به اصطلاح برای مثال 100 گیگ بسته گرفتیم، بشه باهاش اندازه 200 گیگ دانلود کرد. یعنی هر فایلی که دانلود میکنیم نیم بها حساب میشه برامون. شما یک فایل 1 گیگ رو، مثلا یک فیلم 1 گیگ رو از یک سایت ایرانی که ثبت شده هست دانلود بکنید، برای شما 500 مگابایت حجم میفته. یعنی از بسته شما 500 مگابایت حجم کم میشه. اما اگر همین فیلم رو از یک سایت خارجی که برای مثلا سرورش توی آلمان یا آمریکا هست دانلود بکنید، همون 1 گیگ محاسبه میشه. امروز ما این آموزش رو درست کردیم که بهتون بگیم چجوری حتی از تلگرام هر فیلمی رو خواستین یا هر فایلی رو خواستین دانلود بکنید یا از سایت‌های خارجی نیم بها براتون حساب بشه و چجوری بفهمیم که لینکی که دارین دانلود میکنیم نیم بها برامون حساب میشه یا نه. پس بریم که این آموزش رو داشته باشیم. با ما همراه باشید. خب سلام مجدد. اوکی دوستان، بریم که داشته باشیم. فقط من یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم. اگر دارید توی ویندوز این آموزش رو استفاده میکنید، حتما از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید، چون با مرورگر کروم به مشکل برمیخوره سایتی که میخوایم ازش استفاده بکنیم. خب بریم سراغ آموزش. ابتدا سایت رو بهتون معرفی کنم. سایت ترین بیت هست. سایت ترین بیت همینطور که اینجا هم نوشته با عضویت در اون شما 5000 گیگابایت یا 5 ترابایت فضای رایگان دریافت میکنید که فایلاتون رو آپلود بکنید و در واقع این سایت اصلی ما هست. شما به طور خلاصه بگم فایل رو آپلود میکنید، لینک دانلود نیم بها ازش میگیرید. توی سایت ترین بیت برای استفادهش باید عضو بشید. کلا سایت ترین بیت سایتی که ریموت آپلود داره یا آپلود تحت وب داره و یکی از بهترین سایت هایی که میتونید توش فایل آپلود کنید. 5 ترابایت هم فضای رایگان بهتون میده. عضویتش خیلی راحته. روی دکمه عضویت که زدین در اینجا نام و نام خانوادگی می نویسید، ایمیل یک رمز میذارید، کشور که ایران ثبت شده، تیک قوانین رو میزنید، کپچای گوگل هم تیکشون میزنید و حساب کاربریتون و همین راحتی ساخته میشه. چون من قبلا حساب درست کرده بودم دیگه حساب نمیسازم و وارد حساب کاربری میشم. خب وارد حساب کاربریم داخل سایت شدم. شما برای اینکه بتونید فایلی رو آپلود بکنید، برای مثال الان من میخوام بگم که چجوری از تلگرام آپلود بکنیم فایلی رو. میایم اینجا، میرید قسمت فایل های من، پایین زده جعبه آپلود. این قسمت جعبه آپلود، شما روی این پنجره میزنید، اینجا باز میشه. بعد اینجا آپلود از طریق وب رو انتخاب میکنید. اینجا که آپلود از طریق وب رو انتخاب کردید، اینجا یک عکس کره زمین داره زده آپلود از طریق وب. اینجا هم میتونید ببینیدش. روی میزنید، از شما اینجا لینک میگیره. اما لینک فایلایی که تو تلگرام میخوایم رو چجوری در بیاریم؟ اون هم جای سوال. ببینید تو تلگرام برای مثلا من الان میخوام یک فایل رر هست 834 مگابایت. چجوری من اینو لینک نیم بهاشو به دست بیارم؟ شما باید از ربات get public link bot استفاده بکنید. به اصطلاح فایلتون رو داخل ربات فوروارد. همین که فوروارد کردید فایلتون رو، ربات برای شما پیامی میده و در اینجا روی generate resumable link میزنید. روی اینکه زدید دوباره استارت میزنید و ربات برای شما لینک رو میسازه. در قسمت resumable link یه بار کلیک راست میکنید و کپی لینک رو میزنید. وارد سایت ترین بیت میشیم. اینجا پیست میکنیم ما و روی دکمه آپلود میزنیم. اگر لینک دانلود مستقیم باشه، اوکی باشه، اینجا باید الان تیک سبز به ما بده که داد و سپس روی گزینه آپلود میزنیم و
این در صفحه و منتظر میمونیم که فایل ما آپلود بشه. همونطور که داریم میبینید الان داره آپلود میشه و یک خورده زمان میبره که باید صبر کنید. 800 مگابایت خیلیه. البته بستگی به لینک مبدأ داره. هر چقدر سرعت بیشتر باشه اونقدر سایت ترین بیت اون رو زودتر به اصطلاح دانلودش میکنه و تقریبا اگر برید از سایت‌های خارجی هم لینک کپی کنید بیاین داخل ترین بیت بزنید طبق همین آموزش بود، فقط اون وسط دیگه تلگرامی در کار نیست. لینک رو از سایت خارجی کپی کن بیار بزن تو سایت ترین بیت، آپلود که شد لینک دانلود ازش بگیر. حالا مثلا من یه مثال دیگه هم واسه شما میزنم که راحت بفهمید. خب شما اینجا رو به عنوان مثال در نظر بگیرید. البته سایت فارسروید خودش ثبت شده هست و نیمبه ها براتون حساب میشه. خب ولی شما این رو مثال در نظر بگیرید. برای مثال من میخوام الان برنامه دیسکورد و لینکش رو از فارس کپی کنم بدم به ترین بیت که نیمبه ها بشه. این مثال شما به عنوان همون لینک تلگرام در نظر بگیریدش. خب الان کپیش کردیم، وارد سایت ترین بیت میشیم. همون کره زمین اینجا چسباندن میزنیم، اگر اوکی باشه سبز میزنه و روی آپلود میزنیم. منتظر میمونیم فایلمون آپلود بشه. همونطور که میبینید با سرعت زیادی داره آپلود میشه چون سرور فارسروید هم داخلیه. بعد اینکه آپلود شد میبینید که سریع فایلتون میاد اینجا. از این قسمت میتونید که به اصطلاح لینک دانلودش رو بگیرید. لینک دانلود فایلتون رو بگیرید. این از این. اما دقت کنید که فقط سایت لینک ایرانی هم برای اینه که تشخیص بدید لینک دانلودتون داخلیه یا خارجیه، که اگه یه وقت داخلی بود شما نرین دوباره تو سایت ترین بیت بزنید اذیت بشید. اما فقط اینجا حتما لینک دانلود رو بزنید. چرا؟ بعضیا میان اشتباه میکنن لینک دامنه سایت رو فقط میزنن. برای مثال الان من سایت آپلود بوی رو میزنم. همه میدونیم که سایت ایرانی واسه آپلود فایل هست، خیلی هم طرفدار داره این سایت. میزنم و سایت لینک ایرانی اون رو بررسی میکنه. همونطور که دیدید بررسی کرد و اومد گفت که لینک ایرانی نیست، ترافیکش داخلی حساب نمیشه و سرور داخل آمریکاست. به خاطر اینه که میگم لینک دانلود بزنید. چرا؟ برای مثلا الان من یک لینک دانلود یک فایلی رو از به اصطلاح آپلود بوی گرفتم، شما بیاین لینک رو داخل چیز بزنید، یعنی لینک دانلود مستقیم رو داخل سایت لینک ایرانی برای بررسی بزنید. وقتی که همین لینک رو بزنید میگه که لینک ایرانیه و ترافیکش داخل محسوب میشه و این مربوط به سایت آپلود بوی است. پس نام دامنه رو اشتباه نکنید و اون رو به اصطلاح نذارید. آموزش ما خیلی کوتاه و جامع بود چون سریع باید تمومش میکردم و امیدوارم که راضی بوده باشید. دوستان این آموزش خریداری شد، به عنوان یک آموزش تصویری برای شما درست شد و آپلود شد. با لایک کردناتون، نظر دادناتون و حتی شیر کردناتون از ما حمایت بکنید تا من بتونم ویدیوهای دیگه هم بسازم. خیلی تشکر از شما که وقت گذاشتید این ویدیو رو نگاه کردید. شاد و پیروز باشید. یا علی، خدا نگهدار.